السلام علیکم دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور صحت من باشین، سلامت باشین. در کنار خانواده عزیز خود در کانال ما و در یک ویدیو جدید خوش آمدین. قسمی که در تصویر میبینین امروز میخوایم که چیز کیک یا کیک پنیر نارنج آماده کنم که بسیار خوشمزه است و یک مزه متفاوت داره و روش این چیز کیک هم با ویدیو قبلی که چیز کیک درست کرده بودم کمی متفاوت هست و امیدوار هستم که از ویدیو خوشتان بیاید. اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما لایک کنین و همراه دوستای خود هم شریک کنین و یادتان نره که کانال را هم سابسکرایب کنین. میریم طرف مواد لازمه. لطفا تا آخر ویدیو با من باشین. کلچه یا بیسکیت میده شده 3/4 گلاس یا 90 گرم، مسکه 45 گرم، بوره 7 قاشق غذاخوری، خامه 250 میلی لیتر، پنیر خامه‌ای 170 گرم، ماسکارپونه 100 گرم، جوز یا نارنج تازه 3/4 گلاس، ژلاتین 2 قاشق چایخوری و پوست نارنج هم نیم قاشق چایخوری. خب دوست عزیز، شروع میکنیم که چیز کیک را آماده کنیم. من اینجا از همه اولتر بیسکیت یا کلچه میده شده را در داخل یک ظرف میندازم و بعد به خاطر که بیسکیت که ما استفاده کردیم زیاد شیرین نبود، به خاطر من 2 قاشق غذاخوری از بوره استفاده میکنم. در صورتی که بیسکیت و یا کلچه که شما استفاده میکنین شیرین باشه، لازم ندارین که داخلش بوره بندازین. و بعد مسکه آب کرده در داخل بیسکیت اضافه میکنم و این را خوب مخلوط میکنم تا اینکه بیسکیت و مسکه با هم خوب مخلوط شود. و ظرف را که ما برای این چیز کیک در نظر گرفتیم بلندیش 6 سانتی متر و قطرش هم 7.5 سانتی متر است. مواد را که من معرفی کردم با این مواد میشه که تقریبا 5 تا از این چیز کیک ها آماده شود، اما در صورتی که ظرف کمی کوچکتر باشه برای 6 چیز کیک هم این مواد کافی است. من این بیسکویت را به اندازه 5 چیز کیک تقسیم میکنم و بعد در داخل ظرف اضافه کرده با قاشق و با گلاس یا هر چی که شما در دسترس دارین میتونین که بیسکیت ها را کمی فشار بدین تا اینکه با هم خوب بچسبه. بعد بیسکیت ها را تقریبا برای نیم ساعت در داخل فریزر بانین. و حالا هم قبل از اینکه کریمی کیک را آماده کنم، یک قاشق چایخوری ژلاتین را با 6 قاشق غذاخوری آب مخلوط کرده ایره برای 10 دقیقه کنار میمانم. خب دوست عزیز، حالا هم میخوایم که کریمی کیک را آماده کنم. برای کریمی کیک از همه اولتر ما پنیر خامه‌ای را در داخل یک ظرف انداخته تقریبا 3 قاشق غذاخوری بوره اضافه میکنم و بعد ایره مخلوط میکنم. بعد از اینکه پنیر و بوره خوب مخلوط شد، ماسکارپونه را اضافه کرده ماسکارپونه را هم با پنیر خوب مخلوط میکنم. خب دوستای عزیز، پنیر با ماسکارپونه خوب مخلوط شده. حالا ما 200 میلی لیتر خامه و نیم قاشق چایخوری پوست نارنج را اضافه کرده این را تقریبا برای 2 الی 3 دقیقه مخلوط میکنم. دوستای عزیز، شما در مواد لازم دیدین که من خامه را 2 تقسیم کرده بودم. یکیش 200 میلی لیتر بود و یکیش 50 میلی لیتر. 200 میلی لیترش من همراه ماسکارپونه و پنیر استفاده کردم و 500 میلی لیتر دیگهش برای تزیین چیز کیک میمانم. دوستای عزیز، بعد از اینکه کریم را آماده کردین، در صورتی که مایکروویو نداشته باشین شما میتونین که ژلاتین را روی آب داغ هم حل کنین. حالا ما ژلاتین را روی آب داغ گذاشته ایره آب میکنم و بعد سری کریمی که آماده کرده بودیم اضافه میکنم و بعد ایره مخلوط میکنم. قبل از اینکه ژلاتین را اضافه کنین حتما باید 1 الی 2 قاشق مواد گرفته داخل ژلاتین حل کنین و بعد ایره اضافه کنین. در صورتی که این مرحله را انجام ندین امکان داره که ژلاتین در داخل کریم
کلوله شوه. کریم کیک هم آماده شد. حالا من ای را در 5 حصه برابر تقسیم کرده اضافه میکنم و بعد دوباره در داخل فریزر تقریبا برای نیم ساعت میمانم تا اینکه کریم سفت شود. خب دوست عزیز، تا اینکه کریم در داخل فریزر هست من ژلی نارنج آماده میکنم. برای ژلی نارنج آب نارنج تازه را در داخل یک ظرف اضافه کرده 2 قاشق غذاخوری بوره و ژلاتین را اضافه کرده ای را خوب مخلوط میکنم. دوستای عزیز، ژلاتین را من 10 دقیقه قبل تر کرده گذاشته بودم و بعد بالای آب داغ حل کرده در جوز اضافه کردم. حالا هم به خاطر که رنگ نارنج زیاد زرد بود من کمی از رنگ نارنجی استفاده کردم. خب دوست عزیز، تقریبا نیم ساعت گذشته، کریم هم سفت شده. حالا ما ژلی را اضافه کرده ای را تقریبا برای 7 الی 8 ساعت در داخل یخچال میمانم تا اینکه ژلی هم سفت شود و خود بگیره. بعد از اینکه 7-8 ساعت تیر شد من کیک ها را از داخل ظرف میکشم و بعد 50 میلی لیتر خامه ای را که جدا گذاشته بودم او را هم میزنم و بعد در داخل پلاستیک انداخته اینطوری قسمی که در تصویر میبینین سری چیز کیک تزیین میکنم. خب دوست عزیز، ویدیو ما هم در آخر رسیده. این هم بود چیز کیک یا کیک پنیر نارنج. خدا کنه که مورد پسند شما دوستا قرار گرفته باشه و دیگه لطفا اینستاگرام مرا هم که در نام الیفاز هوم است و در روی اسکرین است فالو کنین و در صورتی که کدام سوال داشته میتونین در کامنت سیکشن و یا در اینستاگرام پرسان کنین. تا ویدیوی بعدی که یک چیز جدید خواهد آماده کردم، شما را در خدا یکتا میسپارم. متوجه خود باشین. خدا نگهدار.